بین ناموس و ایمان، نفرت بین دو مسلمان، حسد میبریم به دیگران، زندگی به پشت کاریگران، لبریز کوسای صبری غریب که هیچ به مقصد نمیرسه قریب. مردی جوان با چشمای تر در فکری حیات خانه و مادر، دختر در فکری بختی گم شده، یکی کوچگی شده که گم شده درد، یکی ای خانه کردنش بیرنی در گپی خوبی خوب در اولانتی پدر. ایرا باید درک کنی، باید دیوزی سر کنی، گریب از کردنی بوشی جامعه را باید ای خودت سر کنی. نیست خونه یتیمو عبادی عمل نیتیمو، خونه بی پرستاران اما مخیر دا ای گناهگار هر یک تایمو. وقت عقیب گردونده میشید کشکی و شگر میکردی دا چیزی که داشتی گر ناحقی کردی نسبتی کسی میبرداری هر چیزی را کشتی دا خودت سوالتی که یا خیران برقتی پدرت که دا بدی صحبت باوری دارم دا یادت نداری غیری پرسیدنی پل یا پست خدمت. باید باشم نمونه دا بین آما ای دنیا میروه هر چیزی که آما.